مردی در کنار ساحل دور افتاده‌ای قدم می‌زد. شخصی را در فاصله دور می‌بیند که مدام خم می‌شود و چیزی را از روی زمین برمی‌دارد و توی اقیانوس پرت می‌کند. نزدیکتر می‌شود. می‌بیند مردی بومی صدف‌هایی را که به ساحل می‌افتد در آب می‌اندازد. صبح بخیر رفیق. خیلی دلم می‌خواهد بدانم چه می‌کنی. این صدف‌ها را در داخل اقیانوس می‌اندازم. الان موقع مد دریاست و آب این صدف‌ها را به ساحل دریا آورده و اگر آنها را توی آب نیندازم از کمبود اکسیژن خواهند مرد. دوست من، حرف تو را میفهمم، ولی در این ساحل هزاران صدف این شکلی وجود دارد. تو که نمیتوانی آنها را به آب برگردانی. خیلی زیاد هستند و تازه همین یک ساحل نیست. نمیبینی کار تو هیچ فرقی در اوضاع ایجاد نمی کند؟ مرد بومی لبخندی زد و خم شد و دوباره صدفی برداشت و به داخل دریا انداخت و گفت برای این یکی اوضاع فرق کرد. تو مگو همه بجنگند و ز صلح من چه آید. تو یکی نه ای هزاری. تو چراغ خود برافروز